شب یلدا بلندترین شب سال و فرصتی که قلب‌ها رو به هم نزدیکتر میکنه. شبی که گرمای مهربونی سرمای زمستون رو شکست میده. تصور کنید خونه‌ها پر از نور و خنده است. سفره‌ها رو با هندونه‌های سرخ، انارهای دونه دونه و آجیل‌های رنگارنگ چیدند. بزرگترها با صدای آروم قصه‌های قدیمی رو تعریف می‌کنند و بچه‌ها با چشم‌های برق زده به آینده‌ای روشن‌تر فکر می‌کنند. آره، یلدا جشن موندن و پیونده ما با نسل‌های گذشته است. حالا یه سوال، این جشن پر رمز و راز از کجا اومده؟ بیا با هم یه سفری در تاریخ داشته باشیم. وقتی اسلام وارد ایران شد، همه چیز عوض شد، از دین و فرهنگ گرفته تا جامعه. شب یلدا هم از این تغییرات دور نموند. اما مردم هوشمندانه تونستن این شب رو تبدیل به فرصتی برای دور هم جمع شدن، دعا کردن و یاد خدا بودن کنن. توی خونه ها کنار انار و هندوانه حافظ و قرآن نشستند. این یعنی پیوند عمیق فرهنگ ایرانی با باورهای جدید. شب یلدا کم کم تبدیل شد به بهونه‌ای برای دید و بازدید، فرصتی که خانواده ها به هم سر بزنن، احترام بزرگترها رو به جا بیارن و قصه ها و میراث شفاهی رو سینه به سینه به بچه ها منتقل کنن. اگر برگردیم عقب‌تر میرسیم به دوران ساسانیان، اون موقعی که دین زرتشت دین رسمی کشور بود. جشن‌های یلدا توی اون دوران خیلی با شکوه بود. مردم در کوچه و بازار به جشن به شادی می‌گذراندند و آتش‌های بزرگ رو روی بلندترین نقاط روشن می‌کردند تا نشان دهند نور بر تاریکی غلبه می‌کنه. اونها این رسم قشنگ رو روی سنگ نوشته ها هم حک کردند تا برای آیندگان بمونه. قبل از اونها توی دوران اشکانی و هخامنشیان و به خصوص زمان کوروش بزرگ پادشاه ایران، جشن تولد خورشید یا همین یلدا رسمیت جهانی پیدا کرد. طبق دستور کوروش این جشنها در سراسر ایران برگزار میشد و در بین مردم هدایا پخش میکردند. سربازان ایرانی این آیین رو با خودشون تا سرزمین روم هم بردند و اونجا بهش گفتند تولد خورشید شکست ناپذیر. جالبه که بعدها این جشنها کم کم تغییر کرد و به تولد مسیح یا همون کریسمس تبدیل شد. حالا یکم دیگه بریم عقب‌تر، غیر بهقوم مادها میرسیم. اقوامی مهاجر که وارد ایران شدند و پایه‌های تمدن رو در همدان و نهاوند امروزی گذاشتند. باستانشناس‌ها بر این باورند که مادها خود از اقوام آریایی بودند که خیلی از آیین‌های طبیعت محور رو حفظ کرده بودند. مادها یلدا رو وارد ایران نکردند، بلکه اون رو از میراث اقوام آریایی ساکن ایران یاد گرفتند و در تمدن ایرانی جا انداختنش. و باز هم عقب‌تر 3000 سال پیش از میلاد اقوام آریایی توی دشت‌ها و کوهستان‌ها درون چادر زندگی می‌کردند. اونا نظم جهان رو توی چرخیدن خورشید و ستارگان می‌دیدند. در بلندترین شب سال با تمام وجود منتظر خورشید فردا می‌موندند. اون شب رو یلدا نامیدند که یعنی تولد خورشید، تولد زندگی. با به رقص و شادی می‌گذراندند. ما نمیدونیم قبل از آریایی ها انسان‌های دیگه‌ای هم بودند که یلدا رو جشن بگیرند یا نه. کی میدونه؟ شاید روزی باستانشناس‌ها نقاشی‌ها و آثاری رو پیدا کنند که نشان دهد انسان‌های اولیه یلدا رو توی غارها جشن می‌گرفتند. اینطوریه که فرهنگ و تمدن ایران شکل گرفت.